استادیوم فوق مدرن مرسدس بنز، گران قیمت ترین استادیوم در جهان. این استادیوم لوکس یک ورزشگاه چند منظوره است که توسط شرکت بنز در آتالانتای آمریکا ساخته شده. هزینه ساخت این پروژه 1.5 میلیارد دلار بوده که این سازه رو تبدیل به گرانترین ورزشگاه جهان کرده. شرکت مرسدس بنز در طراحی این ورزشگاه دقیقاً مثل طراحی خودروهاش به زیبایی عمل کرده. از آخرین فناوری در ساختش استفاده کرده. این استادیوم ساختار سقف بی‌نظیری داره که قابلیت باز و بسته شدن در 8 دقیقه رو داره که شبیه به دیافراگم دوربین عکاسی باز و بسته میشه. وقتی که صفحه کاملاً بسته بشه، لوگوی مرسدس بنز روی سقف ظاهر میشه. از ویژگی‌های شگفت‌انگیز این استادیوم تغییر در تعداد ظرفیت تماشاگران برای ورزش‌های مختلف و تا 83,000 نفر ظرفیت داره. در طراحی بدنه این سازی مهندسی از پنل‌های خورشیدی استفاده شده تا همراه با صرفه‌جویی در مصرف انرژی مواردی مثل شارژ وسایل الکتریکی هم فراهم بشه و یک سیستم فوق پیشرفته برای ذخیره و بهره برداری از آب باران داره که همین تکنولوژی‌ها باعث شده استادیوم مرسدس بنز به کم مصرف ترین استادیوم در جهان تبدیل بشه. در قسمت شرقی استادیوم دیوار شیشه‌ای داره که تماشاگرها میتونن منظره شهر رو ببینند. به نظر شما شرکت سایپا و ایران خودرو هم میتونن مثل شرکت مرسدس بنز چنین سازه‌های مدرنی رو در ایران بسازن؟ نظرتون چیه؟ عجیب ترین ها رو در جگوار فکت ببینید.